توی این جلسه میخوایم در رابطه با فیلدهای شرطی نرم افزار فلش کارتی آنکی صحبت کنیم. فیلدهایی که ما بر اساس شرطی میایم اطلاعاتی رو در فلش کارت هامون نمایش بدیم. به فرض مثال یک فیلد متن خاصی در اون باشه یا کلا یک فیلد محتوایی در اون باشه، ما میایم ظاهر فلش کارتمون رو بر اساس اون فیلد طراحی میکنیم. یا قسمتی رو نمایش میدیم یا قسمتی رو حذف میکنیم یا رنگ قسمتی رو تغییر میدیم. تمام این کارا رو ما میتونیم با بلوک های شرطی فیلد ها در نرم افزار فلش کارتی آنکی انجام بدیم. تو این جلسه میخوام فیلد های شرطی نرم افزار آنکی رو بهتون یاد بدم. البته نمیشه گفت فیلدهای شرطی، بهتره بگیم دستورات شرطی نرم افزارن که توی الگوی کارت ها ما میتونیم پیاده کنیم. بریم با هم این جلسه رو ببینیم. من محمد رستمی، اینجا کانال وبپای و دوره آموزشی آنکی دسکتاپ. تو این دوره است که تمام جزئیات نرم افزار آنکی رو یاد میگیرید. اگر از نرم افزار فلش کارتی آنکی استفاده میکنید، چند ثانیه به خودتون فرصت بدید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید که نکات مفیدی در نرم افزار آنکی بهتون یاد میدم که کمتر جایی به اون اشاره شده یا توضیح داده شده. یکی از نکات مفیدی که کمتر جایی به اون اشاره شده همین فیلدهای شرطیه که تو این جلسه میخوام یادت بدم. با فیلدهای شرطی میتونید فلش کارت های خیلی خیلی پیشرفته تری بسازید و مطالب رو خیلی راحت یاد بگیرید. پس سابسکرایب یادت نره. بریم با جلسه رو با هم ببینیم. هم یه چالش دیگه در مورد فیلدها رو در نظر بگیریم و این جلسه رو تموم. شما فرض کنید الان فیلد کلمه انگلیسی رو دارید، فیلد جواب که فارسی هم هست رو دارید. شما میخواید یه فیلدی اضافه کنید با عنوان مثلا تعریف انگلیسی. حالا شما هر فیلد دیگه مد نظرتونه بگید. من اینجا فیلد گفتم تعریف انگلیسی. خب بیام اولین کاری که میکنیم فیلد رو اضافه کنیم. خب فیلد مثلا تعریف انگلیسی definition و سیو میکنیم. حالا من این فیلد رو اضافه کردم. میخوام به آیکی بگم هر زمان این فیلد متنی داخلش بود این فیلد رو به من نمایش بده. اما اگر متنی درش نبود این فیلد رو به من نمایش نده. در این حالت باید چیکار کنم؟ میام قسمت الگوهای کارت و توی قسمت بک این قسمتی که میخوام بنویسم یعنی از اینجا تا اینجا میخوام زمانی که اون فیلد محتوایی داشت این قسمت هایی که بین این مینویسم برای من نمایش داده بشه و اگر محتوایی نداشت برای من نمایش داده نشه. میام چه کار میکنم؟ میام از فیلدهای شرطی توی نرم افزارم که استفاده میکنم. فیلدم رو با علامت کروشا باز میکنم و نام فیلدم رو مینویسم. نام فیلدم رو من گذاشتم definition. ببینید اولش علامت هشتگ میذارید و در انتها هم میاید علامت اسلش میذارید. با این کار ما میام یک بلوک شرطی برای نرم افزار آنکی فراهم میکنیم و بهش میگیم اگر فیلد definition ما این فیلد که اینجا مینویسیم اطلاعاتی در اون بود این اطلاعات رو توی مطالعه کارت به من نمایش بده. اما اگر نبود من نمیخوام این اطلاعات نمایش داده بشه. فرض کنید حالا من اینجا می نویسم def و اینجا اون فیلد رو می نویسم definition. میخوام اگر فیلد definition اطلاعاتی درش بود با این ساختار توی کارت من نمایش داده بشه. اما اگر اطلاعاتی نبود نه این خطا رو نیاز دارم و نه این متن ثابت رو. در این صورت باید از این ساختار استفاده کنم. پس یه بار دیگه میگم یک بلوک شرطی توی الگوی کارتمون ایجاد میکنیم به این صورت که
علامت فیلد رو میذاریم، فیلد که میخوایم شرطی باشه، یه علامت هشتگ ابتدای اون و یه علامت اسلش هم توی فیلد نهایی. این الان یه بلوک شرطیه. در قسمت بین اون زمانی که فیلد دفینیشن اطلاعاتی داشته باشه ما میتونیم اون اطلاعات رو نمایش بدیم. بریم نتیجه رو ببینیم. سیو میکنیم. حالا کارت دانش آموز، فیلد دفینیشن چیزی در اون نیست، پس هیچ تغییری نمیکنه. اما من بیام یه کارت دیگه اضافه کنم، بازم چند تا کلمه انگلیسی بیشتر بلد نیستم، هلو، سلام. اما اینجا میام یه تعریف مثلا اینطوری هم بهش میدم. حالا میرم کارت ها رو مقایسه میکنم. استودنت، دانش آموز، هیچ چیزی این پایین نیست. سلام، اون دوتا خطی که قرار دادیم و این خط و این که متن ثابته، این هم فیلد دفینیشن هست که خودکار پر کرده. حالا باز برگردیم میبینید که فیلد هلو این رو داره و فیلد استودنت نداره. این هم قرار دادن یه فیلد شرطی توی نرم افزار آنکه زمانی که بخوایم فیلدی رو با توجه به محتواش، اینکه درون اون محتوایی هست یا نیست، الگوی کارت رو تغییر بدیم، میام از این فیلدهای شرطی، بلوک‌های شرطی توی نرم افزار انکی استفاده میکنیم. امیدوارم این جلسه هم براتون مفید واقع شده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری با دوستانتون یادتون نره. موفق باشید.